در 6 ماه آخر سال 2022 از جانب بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند زیاده از 1 میلیون سومانی تنگه‌های فلزی برآورده شده و تشکیلات قرضی و مغازه‌های شهر فرستاده شده است. در این باره معاون اول مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند زیبا سیرایeva در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. 50 درمی، 1 سومانی، 3 سومانی، 5 سومانی خواه کاغذی، خواه تنگه ها به ممانعت در گردش در معامله دیده می شود هستند و این زمان وابسته اساساً بانک ملی تاجیکستان تدبیر ها اندیشیده شده است که وابسته به تیز فرسوده شوی پولهای کاغذی اساساً تنگه های فلزی 5 3 1 و دیگر مایده های آن را برآورد، زیرا چخیلی که میدانید اساساً پولهای مایده بسیارتر کار فرموده می شود. برای همین هم اساساً توسط به پولهای تنگه داده شده است. اکنون نفقه گیران می توانند از بانکمات‌های گوناگون خدمت رسانی استفاده کرده به فایز نفقه خود را گیرند. موضوع دیگری که در نشست مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند بررسی شد این رساگی بانکمات و یا از کار بازماندنی بعضی از آنها بود، زیرا مشاهده می شود که در بعضی بانکمات‌ها بسیاری وقت پول نقد وجود ندارد. این حالت را متخصصان چنین شرح دادند. وابسته به مسئله نبودن پول نقد در بانکمات‌ها من گفتنی هستم که این البته سوال خیلی مبرمی روز است. در اساس طلبات‌های بانک ملی تاجیکستان هر یک تشکیلات‌های قرضی باید که واحدهای ساختاری خویش و بانکمات‌های یعنی تجهیزات‌های پرداختی خود را با پول نقد تامین کند. در این سمت من فکر می‌کنم که تشکیلات‌های قرضی وظیفه خود را اجرا کرده ایستادند، لیکن یک تا چیز فهمانده می‌خواهم. اکنون فکر کنید که وقتی که آخری ماه می شود مبلغ‌های مزد مهنتی همه ساحه مالیات، نفقه، همه مبلغ‌های مهاجرت هر روزه آمده می‌استند. شدتناکی بانکمات‌های هم زیاد می‌شد و تشکیلات‌های قرضی هم نمی‌توانند همین سری وقت برده رسانند. اکنون وقتی که شدتناکی زیاد می‌شد بانکمات همون زمان به اینترنتش سوال کردنش ممکن. پول نقدش باشد از حساب اون که یک خیلی پول می‌گیرن، برای که شما بدانید که معرفت مالیوی امروزه شهروندان ما نه آنقدر بلندتر هستند، زیرا آنها فقط حرکت می‌کنند که همین پول کارتاشون با فرمت همون زمان باید پول گیرن. در حقیقت اکنون خود یک امانت بانک و دیگر بانک‌های تجارتی هم گیریم امکانیت ندارد که در هر یک منطقه‌ای که مثال 60 منطقه در جمهوری تاجیکستان داریم که همش باید کمش یک تایی بانکمات ماند. برای چی؟ برای اینکه در حالت امروزه یک بانکمات 25000 دلار آمریکایی می‌ایستد نرخش. برای همون حاضر قرار بانک ملی گتی همین خیلی کردگی که همه تشکیلات‌های قرضی باید که بانکمات خودشون تامین کنند و در همه منطقه باشد. در مجموع در تمام نظام بانکی و گفتگی که همون چیزی که معلمان گفتن کمیسیه با شخصانی که معاش میگیرن کدومی که پنسیه میگیرن کمیسیه گرفته نشود و خاطری که در حقیقت درآمد وای ناچیز است، درآمد خودی و شخصانی که مبلغ میگیرن برامون به کمیسیه میباشد. نسبت به 6 ماه اول سال 2022 نرخ‌های محصولات عضوخواری بالا رفت. از جمله ارزش سبزیجات 36%، تمباکو 33%، اردی نوع یکم 26%، شکر 20%، ماکارون 17%، نان اردی نوع اول 10%، شیر و محصولات شیری 7.8%، روغن رستنی 4.5%، گوشت و محصولات گوشتی 3.9% و میوه‌جات به 0.7% کران شد. در مجموع برآورد تغییریابی سطح نرخ‌ها عامل‌های مختلف و مانند عامل‌های موسمی، نامعتدلی نرخ محصولات‌ها در بازار جهانی، عامل‌های مأموری و سیاسی، افزایش کوتاه‌مدت طلبات اهالی و محصولات‌های نیاز اولیه و محدود گردیدن صادرات برخی از محصولات‌ها و کم گردیدن ذخیره و بالا رفتن واردات آن تأثیر رسانید. این حال در بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند دو لایحه عملی میکند. طبق لایحه‌های مذکور معلمان و کشاورزان میتوانند با فایزهای نسبتاً پست‌تر قرض گیرند. گزارش مهرانگیز عبداحد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.